خب سلام دوستان، تو ویدیو قبلی ما اومدیم یه مدار ساده رو بررسی کردیم که در واقع یه LED روشن کردیم. حالا تو این ویدیو می‌خوایم بیایم 5 تا LED رو به صورت سری به هم وصل کنیم. اینم خیلی مدار ساده‌ایه، با هم بریم جلو ببینیم که چه اتفاقی میفته. من اینجا اینو آداپتور رو وصل می‌کنم، ببینید روشن میشه. وقتی خاموش می‌کنه اینا همشون خاموش میشه. خب ببینیم که چه اتفاقی میفته. این آداپتور 16 ولت منه. خب من نقشه شماتیکش رو اول اینجا بررسی کنم. می‌بینید که اینجا یه 16 ولت پای مثبتش، اینم پای منفی. آداپتور من میاد میخوره به یه مقاومت، از این مقاومت میره الکترونا بالا، میره تو قسمت پای مثبت اولین LED من، چون به صورت سری وصلم از اینجا میاد تو پای منفی، دوباره میاد تو یکی LED میره بالا، دوباره میاد تو یکی LED، همینجوری میچرخه و میره آخرین LED که پنجمین LED رو روشن میکنه. از پای منفی LED آخر میاد بیرون الکترونا و میاد اینجا تو دوباره میخوره به آداپتور. از آداپتور دوباره برمیگرده، میره میچرخه، دوباره میاد همین فاز ادامه داره. یعنی این جریان همینجوری میچرخه، میره تو آداپتور، میاد بیرون، دوباره میره اینجا، همینجوری این جریان ادامه داره. خب بریم ببینیم که تو مدار از نزدیک با هم ببینیم. این پایه مثبت آداپتوره، اینم پایه در واقع مثبت آداپتور میخوره به مقاومت، از اینجا میره میخوره پایه مثبت LED، میاد پایه منفی LED، از اینجا خارج میشه، میاد دوباره میخوره پایه مثبت اون یکی LED، میاد بیرون، دوباره همینجوری میبینید به صورت سری میاد وصل میشه LED ها. و اینم در واقع یه سیم مستقیمی که من وصل کردم که بتونم بیارم تو قسمت منفی آداپتور. دوباره جریان میچرخه میره بیرون، دوباره برمیگرده تو این پایه مثبت آداپتور و همینجوری مدار خیلی ساده داره واسه خودش الکتروناتشون میچرخن. این ساده ترین مداری بود که تونستیم بعد از مدار قبلی با هم بررسی کنیم. فقط یه نکته خیلی جالب، من اینجا میخوام سر هر کدوم از این LED ها من یه مولتی متر که بذارم، اینا هر کدوم تقریبا 2.1 ولت من نشون میده. یعنی برای روشن شدن اینا حداقل این مقدار نیازه. 2.1 اینجا، 2.1 اینجا، مجموع کلشون حدودا، یعنی شما یه مولتی متر از اینجا میذاریم به اینجا 10.5 ولت به من نشون میده، از این LED پایه منفی تا پایه مثبت اینجا. مولتی متر هم اینجاست، ولی خب چون دوربین رو با یه دستم گرفتم یه ذره سخته بخوام همزمان هم دوربین رو بگیرم هم مولتی متر رو نشون بدم. پس 10.5 ولت حدودا میشه اینجا و یه 4 ولت هم اینجا داره به من نشون میده. یعنی دو سر این مقاومت من مولتی متر بذارم حدودا 4 ولت هم اینجا به من نشون میده، میشه 14.5 ولت. ولی آداپتور اصلی من حدودا 16 ولته، وقتی وارد مدار میشه 14.5 ولت، که من فکر میکنم بخشی از اون 1.5 ولتی هم که داره هدر میاد به خاطر مقاومتیه که میاد میخوره. یه بخشش اینجا تبدیل به گرما میشه. الان شما دست به این LED مقاومت میزنی میبینید یه مقدار داغه. خب اگه زیاد نگهدارین دستتون رو میسوزونه. پس یه بخشش داره تبدیل به مقاومت و گرما و اینا میشه و 14.5 ولتش هم اینجا داریم با مولتی متر میگیریم. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب داشته باشید.